دقیقاً روبروی کلیسای معروف بولوار کریم خان زند در تهران یک ایستگاه مترو جدید ساخته شده. از همین ابتدا مشخصه که معماری شبیه کلیساست. من فرورتیش رضوانی از تلتیش هستم و اینجا ایستگاه مترو مریم مقدس در تهرانه که به زودی قراره افتتاح بشه. تندیس‌های مذهبی و هنر تجسمی که در ایستگاه مریم مقدس به کار رفته باعث شده که این ایستگاه مترو از همه ایستگاه‌ها متمایز بشه. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم در تهران وارد ایستگاه مترویی بشم که اینقدر هنر تجسمی توش جدی گرفته شده باشه. ویژگی خاص این ایستگاه معماری ویژه و مدرنش و همخونیش با کلیسای مریم مقدس که در مقابلش قرار گرفته. این ایستگاه خب از سال تقریباً 94-5 شروع کرد تا یه مقطع اجرا شد و متوقف شد بنا به دلایل مختلفی که وجود داشت. در دوره مدیریت شهری جدید نگاه ویژه‌ای به تکمیل ایستگاه‌ها بود. یکی از نکاتی که ما تصمیم گرفتیم که بازنگری کنیم روی طرح معماری ایستگاه. یک کارگروه تخصصی معماری توی مترو تهران تشکیل شد. نهایتاً منتج شد به این چیزی که الان مشاهده می‌کنید و اجرا شده.